حمد و ثنای بیعدد بر الله مهربان و درود و صلوات ها با پیامبر او محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران خیرخواه و خیرجوی من، پیش از همه برای هر یکی شما تشکر و زیاد که به هر نوار خیری که در سامانه اینترنتی میگذاریم سهم خود را میگذارید. الهی الله سبحانه و تعالی به هر ذره خیری که کردین در نامه اعمال شما اجر ثوابی بی همتا نصیبی روزی گرداند. بعدم دوستان من، چندین روز پیش بعد به اتمام رسانیدن اون مبلغ جمع کنی برای اون برادر ما چهران که در هندوستان جراحیش کردن، من به خود گفتم که دیگر شاید به همین کار و باری سون جمع کنی مثلا که ارزا نمیشم، یعنی که خود هیچ یک نوار نمی کنم یا یک نوار را پهن نمی کنم. اما هر لحظه ای که یک احوال یک بیمار را یا که از یک احوال ناچار می بینی، دل انسان ریش می سوزد. دوستان من، هر یک انسان خواه امید رحمت باشد و اینکه دیگر مثل همه یک انسان است و مثل همه دل دارد و مثل همه یک مثلا که حسیات انسانی خودش دارد. اما بعض از انسان‌های اونی که توانایی خیر هم ندارد، به مثال من این انسانی که الان در اکران‌های خود می‌بینید، خب بعداً شأن و شرفی مردگری ندارد، یعنی آر و ناموسی مردگری ندارد به مانند این انسانی که در آن اکران‌های خود می‌بینید. دوستان من، بسیاری از مردم فتنه‌گر میگه شما بلاگی رو حق مردم میخرین یا اینکه و غیر و هاکذا. عزیزان من، پیش از همه حق سبحانه و تعالی از آن روزی سخت و از آن روزی روسیاگی نگه دارد که یک انسان حق برادر مسلمانی خودش خورد. بعد و همه انسان هایی که میگه شما به خاطر پرسماتر، به خاطر پدپیشی جمع کردن و غیر و کذا نوارها رو میگذارین، خب دوستی من بگیم برای پرسماتر، بگیم برای پدپیشی، بگیم برای لایک همین نوار رو گذاشتم که خود تو برای هموطن خود چیکار کرده توانستی با جز اونی که در زیر هر یک نوار گفتی مردم که کنا پیشنه گیرای شده. من مثل همه دل دارم، مثل همه یک درد یک انسان یک به خود حس میکنم که اون انسان چی دور عذاب میکشه و به اونها چقدر یک حاجت دارد. اما همون انسانی که این سخنها را نویستی نام و نسب نداری، خب تو برای وطن چیکار کردی؟ برای هموطنی ناچار خود چیکار کردی به جز اونی که در زیر نوار امید رحمت، در زیر نوار دیگر ها مقصد فسق و فساد و زهر زبان خودت چوشیدی؟ من مثل بعضی از همون چخری که یک چند برادرها خبر دادن، بعضی از نمیدونم بلاگر بگیم چه بگیم، از بیماران سم نمیگیرم، یعنی که برای پهنی نوار اونها، برای مثلا که جمع آوری مبلغ اونها سم نمیگیرم. برای من رضاگی الله سبحانه و تعالی کفایه است که الحمدلله رزق روزی دارم. الله تعالی هیچ بنده رو بی رزق روزی نگذارد. آمین یا ربی. هر برادر و خواهری که در شهری مسافری باشد و اینکه در وطن در هر کسب و کاری که باشد، اگر اون کسب از دایره اسلام، از دایره انسانی باشد، فیض و برکات نصیب گرداند. برای من کمک به یک بنده الله، کمک به یک بنده بیمار، این فقط در راه خداوند، در راه حق سبحانه و تعالی، در راه رضاگی حق سبحانه و تعالی باور کردن و یا نکردن. من مجبور نیستم که به هر یک اون انسانی مثل چنین سگ‌هایی که هستند زهری زبان میچوشند اثبات کنم، چون که روز محشر از من فقط الله سبحانه و تعالی چه بگیم روز گفتی روزا که اتشاد میپرسد که ای امید رحمت، توانایی نوار کردن داشتی، توانایی سخن داشتی، به کجا صرف کردی؟ این اون روز من به الله سبحانه و تعالی جواب میدهم. پس دوستان من، و اون انسان هایی که توانایی خیر ندارید، همون زبان کوتاه خودتان اینقدر دراز نکنین. خب اگر توانین، شما اگر لایق نظر باشین، به خدا دادگان حسود مخور که به آنها خدا داده است.
پس الله سبحانه و تعالی به ما همین خیلی توانایی داده است که مردم بنده الله به ما یک نظر میکنند، به یک همین کانال میدهه که ما که اونقدر پدپیچگی زیاد ندارد و مردم نظر کرده همون یک روبل باشم خیر میکند. این برای ما انشاءالله که شاید یک اجر شود. الهی همه را الله تعالی مقبول کند. لیکن خود که توانایی حتی اقل یک نوار کردن نداری، یک توانایی سخن گفتن نداری، در پایان شعر میدان نشود. نامناسب داریم. نامی صحفه من امید رحمت. تو را پدر مادرت یک نام ماندن. چخیلی که در اینجا مادگی مستر فود و پستر فود و با بعضی بدبختای روسیاش هر خیلی حرفای انگلیسی میمونن. نه، پدر مادر ما را امید رحمت ماند. تو را یک نام مناسب ماند که فرزندی من به همین نام زندگی کند. تو در اون یوتیوب گرفتی مستر فود و شیطان فود و ایت فود و سگ فود و این فود، دوستی من فرق ندارد. در روز محشر هر نامه اعمالی که تو کردی با نام مستر فود چی گناهی کردی، چی اخمقی که کردی، چی زهر زبانی چاشیدی، چی یک فسق و فسادی که پهن کردی، به همین نامت جواب میدی. با نام ایشان فود و دیگر فود و غیر و کذا چی یک خطایی کردی، هر یک این سخن در طرفی چپ نامه همون دفتر اعمالت نوشته میشه که این روسیا چنین گناه ها را کرد. پس باز تکرار میکنم که توانایی یک درهم خیر نداری، توانایی یک نوار کردن نداری، توانایی سخن کردن نداری، به خدا دادگان حسود مخور که با آنها الله داده است. خب بار دیگر الله سبحانه و تعالی به هر ذره خیری که کردین در نامه اعمال هر یکی شما اجر و ثواب نصیب گردانه و اون انسان هایی که خود توانایی ندارند و بعداً زهر زبان میچوشند هدایت کند، اگر لایق باشند و اگر لایق هدایت نباشند سزای موافقشان نصیب کند. و السلام علیکم و رحمت الله. با احترام دوست و برادری هر یک و یکی امت مسلمان و مردم تاجیک زبان و فارس زبان و هر بنده مسلمان امید رحمت است. الله تعالی یار نگهبان همه شما باشد.